این قسمت در اصل مقدمه‌ای برای قسمت بعد و مکملی برای قسمت قبلیه. برای اینکه سراغ ماجراهای اروپا بریم، ماجراهایی که اروپا آغازگرش بود و به جاهای عجیب غریبی رسید و همچنین برای ماجرای پسوخه که قراره در این قسمت تعریف کنم، نیاز به آشنایی با چند خدای یونانی داریم که اگر احیانا باهاشون آشنا هستید، این بخش حالت مروری خواهد داشت. البته این آشنایی در اینجا در حد اشاره خواهد بود و در قسمت‌های بعدی به وقتش با تفصیل بیشتر سراغ این ایزدان و ایزدبانوان یونانی خواهیم رفت که کلی ماجرای هیجان انگیز هم دارن و کلا اساطیر یونان در میان اساطیر ملل از جذابیت خاصی برخوردار هست. خدایان یونان با عنوان خدایان المپ نشین هم شناخته میشن. اعتقاد یونانیان باستان بر این بود که این خدایان در کوه المپ در شمال یونان ساکن بودند و گفته میشه که تعدادشون 12 تاست، اما به نظر من بیشترن. حالا قضاوت با شما خواهد بود. کوه المپ همون جاییه که در حدود 2770 سال قبل در دامنش مسابقات ورزشی برگزار میشد و به شکل دوره‌ای ادامه پیدا میکرد و تا امروز هم این مسابقات با عنوان ورزش‌های المپیک همچنان در حال ادامه پیدا کردن. سه ایزد اصلی یونان سه برادر بودند که جهان رو بین خودشون تقسیم کردند. برادر کوچکتر به نام زئوس که خدای خدایان یا پادشاه خدایان هم شمرده میشه، با نیزه آذرخشش مالک آسمان ها شد. آبها و اقیانوسها به برادر دیگر به نام پوسایدون رسید که معمولا با نیزه سه شاخ به تصویر کشیده میشه و اگر که کارتون پری دریایی رو دیده باشید، پدر پری دریایی که در اعماق آبها زندگی میکنه با اون نیزه سه شاخش تجسم این خدا به شمار میاد. قرعه جهان زیرین به نام برادر دیگر یعنی هادس افتاد. هادس خدای جهان مردگان یا جهان ارواح با سگ خاص خودش که سه سر داره و اسمش سربروس هست و محافظ دروازه جهان زیرین به شمار میاد. به همراه دیونیسوس، یکی از خدایان مهم و شهیر یونان باستان که معنای اسمش دوبار متولد شده هست، خدای شراب، شور، طرب و البته حاصلخیزی و این تندیس باشکوهی که میبینید امروزه در واتیکان قرار داره. و هلیوس، خدای خورشید که البته با گذر زمان جای خودش رو به آپولون داد و از اهمیتش کاسته شد. طبق اعتقاد یونانیان باستان خدایی بود که هر روز سوار بر عرابه زرینش در آسمانها از شرق به غرب پرواز میکرد. و اما این بار ایزدبانوی المپ نشین به نام آفرودیت، ایزدبانوی زیبایی در یونان باستان که وقتی اسمش میاد معمولا ذهنها به سمت این مجسمه افسانه‌ای میره، مجسمه‌ای که در دوران یونان باستان ساخته شد و امروزه در لوور نگهداری میشه و جزو آثار برجسته و ارزنده لوور هم به شمار میاد. اما این تندیس بیشتر با عنوان ونوس میلو و نه آفرودیت میلو شناخته میشه. خدایان رومی در اصل همان خدایان یونانی هستند که صرفا اسمشون تغییر کرده. به عنوان مثال ونوس معادل آفرودیت هست و به همین ترتیب در مورد دیگر خدایان هم این ماجرا رو داریم. بنابراین ممکنه که در داستانها و اساطیر منظور یک خدا باشه اما دو اسم مختلف به کار برده بشه و اصولا اون اسم اصلیه قدیمی تر است که خب مسلما یونانیه. کلا رومی ها در فرهنگ و هنرشون به شکل مستقیم متأثر از یونانیان بودند. و اما این خدای جذاب با نام رومی کوپید که معمولاً به شکل کودکی برهنه با بال و تیر و کمان به تصویر کشیده میشه. عرض کردم معمولاً از این بابت که بعضی وقتا به شکل جوانی بالغ به تصویر در میاد و کارش این هست که تیر پرتاب میکنه. دو مدل تیر داره، تیرهای طلایی و تیرهای سربی. تیر طلایی اگر به کسی برخورد کنه اون فرد عاشق میشه. اون تیر طلایی تیر عشق است. حالا اینکه عاشق چه کسی، احتمالاً
اولین کسی که دور و بر خودش ببینه. و تیر سربی برخلاف تیر طلایی آدم‌ها رو منزجر و متنفر میکنه. نکته ای رو به بحث اضافه کنم در مورد زئوس، این خدای عجیب غریب یونانی، این که او در مقابل زیبایی اصولا هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیداد و بنابراین بارها و بارها به همسرش هرا، ملکه خدایان، خیانت کرد، حالا چه با ایزد بانوان و چه با زنان زمینی. و کلی از ماجراهای عجیب غریب اساطیر یونان حاصل این خیانت ها هستند. اما در اقدامی استثنایی زئوس خودش رو به شکل عقابی در آورد و به زمین آمد و این بار زیباترین پسری که روی زمین متولد شده بود به نام گانیمده رو ربود و برای خدمتگزاری به خدایان با خودش به المپ برد. خدایان یونانی کاملا شبیه انسانها بودند، با همان رفتارها و با همان ضعفها. اما سه تفاوت اصلی با انسانها داشتند: اینکه خدایان جاودانه بودند و انسانها فانی، به علاوه اینکه خدایان یه سر و گردن زیباتر از انسانها بودند و بدنی آرمانی داشتند، و البته اینکه قادر بودند خودشون رو به شکل‌های مختلفی در بیارن، کاری که زئوس بارها و بارها ازش بهره برد. موضوع ربوده شدن گانیمده توسط زئوس یکی از موضوعای پرطرفدار در تاریخ برای هنرمندان تجسمی کار به شمار میاد. شاید به این دلیل که یک هنرمند میخواسته با انتخاب این موضوع، یعنی زیباترین مرد، خودش رو به چالش بکشه و قدرت قلمش رو شاید به رخ دیگران، و به این ترتیب این دو سوژه، یعنی گانیمده به عنوان زیباترین مرد در یونان باستان و همچنین آفرودیت به عنوان زیباترین زن، در واقع زیباترین ایزدبانو، دو موضوع مورد علاقه نقاشان و مجسمه سازان به شمار می اومدن. با هم چند نقاشی ببینیم با موضوع مشترک گانیمده و زئوس. این اثر از نقاش مهم رنسانسی به نام کورجو که البته نامش در مقابل غول‌های رنسانس یعنی میکلانجلو، رافائل و داوینچی کمرنگ هست، اما همونطور که میبینید کارش در نوع خود شاهکار به شمار میاد. اون فضای شکوهمند رنسانسی و اون قدرت قلم خاص هنرمندان درخشان در این دوره هنری. نفر بعدی نقاش مورد علاقه خودم پیتر پول روبنز از دوره باروک که اونقدر قلم توانایی داشت که به نظر من واقعا سخته رو دستش هنرمندی رو پیدا کردن، نقاشی رو در حد و اندازه های او به شمار آوردن. و نقاش بعدی باز هم از دوره باروک، نقاشی که حتی کسانی که علاقه‌ای به تاریخ نقاشی ندارند هم اسمش رو شنیدن، رمبرانت، با اون تیرگی روشنایی‌های خاص خودش و اون کنتراست بالایی که در تقریبا همه کارهای باروکی دیده میشه، اما در مورد رمبرانت این ماجرا به شکل پررنگتری قابل مشاهده هست. گفتم رمبرانت و نه رامبراند که رایج هست و بیشتر استفاده میشه، و منبعم برای این تلفظ که به نظر درست میاد این کتاب هست. اصولا هر زمان که مشکلی پیش بیاد بر سر تلفظ اسامی هنرمندان و یا جریان‌های هنری، معتبرترین و بهترین کتابی که میشه بهش استناد کرد در ایران این کتاب هست، کتاب دایره المعارف هنر آقای رویین پاکباز، که به نظرم هر کسی که علاقه به هنرهای تجسمی داره حتما باید این کتاب رو در کتابخانه‌اش داشته باشه. خب دو نقاشی دیگر هم ببینیم با موضوع گانیمده، اما این بار از نقاشانی که اندازه قبلی ها مشهور و نامدار نیستند. یکی این اثر که نام نقاشش اونقدر سخت بود که حتی نتونستم بخونم، حالا توی ادیت اسم نقاش رو زیر اثر خواهم نوشت، و چیزی که مشخصه این که اثرش واقعا کم از شاهکارها نداره. و دیگری این نقاشی که نام نقاشش این بار خیلی سخت نبود ولی به یادم نمونده چون نقاش مطرح و مشهوری به شمار نمیاد، اسم او رو هم خواهم نوشت، اما همونطور که میبینید این اثر هم به مثابه یک شاهکار میتونه نظر مخاطب رو به خودش جلب کنه. بریم سراغ ماجرای پسوخه.
روایتی از کتاب الاغ طلایی، کتابی با عنوانی خاص و فانتزی از آپولیوس، نویسنده رومی، که البته ریشه این ماجرا به یونان باستان برمیگرده. این کتاب رو که جزو کتاب‌های مهم هست در تاریخ ادبیات، آقای عبدالحسین شریفیان ترجمه کرده، همان مترجم توانای کتاب خوشه‌های خشم که 2 قسمت قبلی فکر می‌کنم یه کوچولو راجع بهش صحبت کردم. من در این قسمت ماجرای پس‌وخه رو به شکل کلی تعریف خواهم کرد و اگر که می‌خواید این داستان رو با جزئیات کامل بخونید میتونید به این کتاب رجوع کنید. این رو هم اضافه کنم که تا جایی که میدونم تلفظ درست نام این خانم پسوخه نیست، بلکه سایک یا سایکی هست، ریشه علمی که امروزه با عنوان سایکولوژی یا روانشناسی میشناسیم. اما به خاطر اینکه پسوخه بیشتر رایج هست و کاربرد داره، من هم در روایت این ماجرا از همین کلمه استفاده میکنم. پسوخه شاهزاده‌ای زمینی بود، کسی که با لقب دختری با بالهای پروانه هم شناخته میشه و اونقدر زیبا بود که مردم از جاهای مختلف به دیدنش میومدن و زیبایی افسانه او رو میستودند. اما این ماجرا برای آفرودیت خوشایند نبود. ایزدبانوی بزرگ زیبایی تاب و تحمل این رو نداشت که یک دختر زمینی بیاد و با زیبایی خیره کنندش همه نظرها رو به سمت خودش جلب کنه. حسادت آفرودیت گل کرد و ماجرایی ترتیب داد که بتونه این مشکل رو از سر راه برداره. پسوخه خواستگار نداشت. در واقع اونقدر زیبا بود که هیچ مردی خودش رو لایق نمیدید. جرأت و شهامت این رو نداشت که پا پیش بذاره و از او خواستگاری کنه. و به این ترتیب پدر پسوخه پیش پیشگوی معبد دلفی رفت و ازش کمک خواست، باهاش مشورت کرد که چه کاری میتونه برای دخترش انجام بده. پیشگو هم گفت خواست خدایان این هست که تو این دختر رو به جایی ببری، در بیابانی جایی رهاش کنی و حالا مردی هیولایی شاید بیاد و به عنوان شوهر او رو با خودش ببره. پسوخه در بیابان به حال خودش رها شده بود و اینجا بود که آفرودیت دست به کار شد و پسر خودش کوپید رو، البته توی این روایت کوپید پسر آفرودیت هست، فرستاد تا با تیر عشقی پسوخه رو عاشق زشترین و بدبختترین مرد اون اطراف بکنه. اما زمانی که کوپید رفت سراغ پسوخه، خودش شیفته زیبایی او شد و عاشق شد. ولی از طرفی مادرش نباید میفهمید که پسرش این گونه عاشق شده. بنابراین کوپید پسوخه رو به شکل پنهانی به قصر خودش برد و فقط شبها در تاریکی مطلق می اومد پیش پسوخه که مبادا شناخته بشه و قول گرفته بود از این دختر که مبادا تلاش کنه برای اینکه چهره کوپید رو ببینه. اما پسوخه کنجکاو بود و دلش میخواست شوهرش رو ببینه و روزی که خواهرانش برای دیدارش به قصر آمدن، با اونها مشورت کرد و ازشون کمک خواست که چه کاری میتونه بکنه که پنهانی موفق به دیدار کوپید بشه و اونها هم گفتن این که کار سختی نیست. زمانی که کوپید آمد خانه و خواب بود، یواشکی با چراغی برو و او رو ببین و البته چاقویی هم در دست داشته باش، مبادا که شوهرت هیولا باشه که اجازه نداده تو ببینیش. و این اتفاق افتاد. زمانی که کوپید خواب بود، پسوخه با چراغی در دست سراغش رفت و روی او رو کنار زد و چهرش شدید. اما این اتفاق باعث شد که کوپید دل سرد بشه و پسوخه رو رها کنه. در اینجا من میخوام تفسیری شخصی و آزاد داشته باشم از ماجرایی که اتفاق افتاد و به نظرم هر کسی میتونه تفسیر و حتی تفسیرهای خاص خودش رو از یک متن، از یک داستان، از یک ماجرا داشته باشه و اصولا همین تفسیرهای متعدد از یک متن واحد هستند که امکان گشایش لایه‌های معنایی پس پشت متن، اونهایی که گفته نشدند، رو فراهم میکنن. حتی اگر خود نویسنده چنین چیزی رو قبول نداشته باشه و انکار کنه، اما به نظرم یک متن میتونه مستقل از مؤلفش به زندگی خودش ادامه بده و البته مورد تفسیرهای متعدد و حتی گاه متناقض قرار بگیره. پسوخه زیباترین بود. حتی در این افسانه هم موردی غیر عادی و نادر و به خاطر همین بود که مردم
برای دیدارش می آمدند. اما این زیباترین که از جهان ذهن به جهان واقعیت ها قدم گذاشته بود، نه تنها موجب منفعت و مسرت و سود پسخه نشد، بلکه منجر به رنجش و دردسرش هم شد. بدون خواستگار تنها مانده بود و در نهایت هم در بیابان به حال خودش رها شد با سرنوشتی نامعلوم و ترسناک. اما مشکل اصلی اینجا بود که کوپید هم در حد و اندازه های پسخه زیبا نبود و بنابراین پسخه میبایست زیباترین چهره‌ای رو که در ذهن داشت روی چهره کوپید متصور میشد که این پیوند بتونه امکان دوام یافتن پیدا کنه، آنگونه که زمانی که پسخه کوپید رو دید این زیباترین مخدوش شد و به ناچار رابطه هم از هم گسست. به هر حال کوپید ناگزیر پسخه رو ترک کرد، به خاطر اینکه پسخه به عهدش وفادار نمانده بود و دیگه قابل اعتماد نبود و آفرودیت هم از فرصت استفاده کرد و پسخه رو به جهان زیرین فرستاد و کسی هم که بره به جهان زیرین دیگه راه بازگشتی نخواهد داشت. در تصویر مشاهده میکنید که پسخه باقی عمرش رو در جهان زیرین و در کنار سربروس گذراند. اما در مورد پایان این ماجرا روایت دیگری هم وجود داره، اینکه زمانی که این دو همدیگر رو ترک کردن همچنان عاشق هم باقی مانده بودند و پسخه مدت زمان زیادی رو گذاشت تا کوپید رو پیدا کنه، اما موفق به این کار نشد و آفرودیت باز از فرصت استفاده کرد و او رو به خوابی ابدی فرو برد. کوپید هم بعد از مدتی دلش برای پسخه تنگ شد و پشیمان شد از اینکه او رو رها کرده و سراغ زئوس رفت و از او اجازه خواست که بتونه با این دختر زمینی ازدواج کنه. زئوس هم این اجازه رو صادر کرد و کوپید سراغ پسخه رفت و با بوسه او رو از خواب بیدار کرد و به این ترتیب این دو زندگیشون رو با هم ادامه دادن، البته این بار دیگه نه به شکل پنهانی. و آفرودیت هم به خاطر اینکه اجازه از سوی زئوس صادر شده بود دیگه کاری نتونست بکنه و ناچار به این زندگی رضایت داد. نمیدونم که شما کدوم یک از این دو روایت رو به عنوان پایان این ماجرا بیشتر دوست داشتید، اما راستش من روایت اول رو ترجیح میدم، از این بابت که اعتقاد دارم عشق در فراق، در جدایی عاشق و معشوق هست که امکان ادامه یافتن پیدا خواهد کرد. به زودی در قسمتی مستقل سراغ فلسفه عشق خواهم رفت.